تیما برافان سیویلا رگهاند کو بالافرین شر ین رژیم سوری و روسی ده آرمانج کرنا باجار ادلب ده بردوامه یا هری داویج آرمانج کرنا بالافرین شر ین روسی جن خوشخانه کرا لبا جاروک سرچل گندوار ادلبه همان تیمه دا دیار کرن کو درنگیا شوابوری بالافرین شر ین روسی به چند اپراسیون ازمانی با جاروک سرچل چیای از زاوی لگندوار ادلبه بمباران کر او ده انجام دا نخوشخانه الایمان لهمان با جاروکی هاتا رخاندن سرباری بریندار بونا هجمارک ولاتیین سیویل تیما هفرز کارین برسفدانا جالی خواه دیار کر که ده انجام ایرشن رژیم اسد و روسیا ین هوانا لسر باجار و باجاروکن لباکور گندوار ادلبه پین سیویل ده ناواندا دو زاروک و جنک هنه هاتنه کشتن بهتر نه کس جی بریندار بون و سربار کر که چکدار رژیم اسد جای از زاویه بتوندی بمباران کر و ده انجام دا مالباتک به تمامی هاتا کشتن همان جداران دانزانین که باجاروک الرویحه و باجار معارت نعمانجی راستی ایرشین تند جالی بالافرین شرین رونسیوا هاتن و ده انجام وان ایرشان دا چارخو بخشن برافان سیویل بریندار بون سرباری گهشتن زیان مادی لسر نواندک برافان سیویل دا درباری پیلا دربدار جبر بردوامی ایرشین رژیم روسی لسر گندوار ادلبه چالکوانا راگهاند که ده هیام ده روجین بوری دا هجمارک کسین که مالن خواب جهشتن و دربدر بونه گهشتی 98616 دربدریه تاوی راگهاندن آگر بست جالی روسیا و ترکیه و هنجی رژیم جالیا کی و بالافرین شرین روسی جالیا کی دم و ده ایرشین خدا بریا موشک و توپین گران دا لسر گندوار هر دو باجار ادلبه و حلبه دا بردوامه و ده انجام دا روجانه زیان جانی و مادی رو ددن سرباری بردوامی پیل دربدری جالی خلق دوره و